بچه حالتون چطوره؟ به اپیزود اول از ماینکرافت هاردکور خوش اومدین. سری که فقط یه جون داریم و اگه بمیریم همه چی تمومه. خب قبل همه چی ممنون میشم ویدیو رو لایک کنید، چنل رو ساب کنید، زنگوله کنارشم بزنید که با این کار کلی به من انرژی میدید. خب اینجا که از این چوبای ساوانا نیست، اونور هست. ما 13 تا چوب نیاز داریم. بریم که چوبا رو اوکی کنیم. خب الان 13 تا چوب داریم و وقتش اول وسایل چوبیمون رو بسازیم. یه دونه کرافتینگ تیبل، استیک 16 تا میخوایم. بله، یه دونه هم پیککس با یه دونه هم تبر. خب وقتشه بریم کلی ماب بکشیم. با این خوکه شروع میکنیم. خب اونجا استون هست و وقتشه که وسایلمون رو به سنگی ارتقا بدیم. این آب همین الان اومد پایین. هیچده تا دقیق کابلستون الان داریم که میتونیم باهاش تبر، پیککس و فرنیس بسازیم و تازه 4 تا هم اضافه میاد. این از پیککس، این هم از تبر. بعدش هم میریم ماب میکشیم. البته هم مابا با تبر سنگی زودتر میمیرن. خب این هم از فرنیس. بریم تو کارش. خب مثل این که دیگه داریم گرسنه میشیم و باید یه چیزی بخوریم. البته بذار از اون یکی فرنیسا بسازم، اونا که زودتر غذا رو میپزونن. اینا همینه. خب اینم از این. فکر کنم اسمش اسموکره. خب غذامون هم پخته شد. حالا بریم که به راهمون ادامه بدیم. خب الان شب شده و باید بخوابیم. قبلش از اینجا یه جامپ نزنیم چون خطرناکه. بله، ممکنه باعث مرگمون بشه. بدمونم بسازیم که امشب و دیگه بخوابیم. شب اولمون رو سپری کنیم. البته هنوز تخت رو ساختیم. بله ساختیم، همین الان ساختیم و این گونه شب اول رو سپری کردم. شب دوم شروع شد. البته الان روزه. وقتشه که دل به دریا بزنیم و از این جزیره خارج شیم. یه دونه قایق ساختیم. قایق گذاشتیم تو بدراک. البته متاسفانه داخل ماینکرافت بدراک حتما باید قایق باشه که حتما باید بیل باشه که قایق ساخت. خب مثل این که اینجا یه دونه ویلیج دیدم. بریم که ببینیم تو ویلیج اصلا چی هست. خب بذار ببینم. هیبیل هم نداره. بله هیبیل نداره، ولی آیرون گالمش خوبه که داره. بریم آیرون گالم هم بزنیم.
حالا چی بزنیم زیر پامون؟ البته چی بهتر از پشم. اینم از کشتن آیرون گالم. پشمامون هم برداریم. خب اینجا هم یه دونه اسپیتین تیبل داریم که امیدوارم چیز خوبی داخلش باشه. به این شکل بریم تو. واو، دایموند، زره های آیرونی، ابزیدین. زره های آیرونی رو بپوشیم و بریم که چوب بزنیم برای ساخت خونمون. چوب اون بره. اوه بالاخره تبرمون شکست. حالا باید تبر جدید بسازیم. البته ما که با تبر جدید مشکلی نداریم. اوه اینطوری نمیشه. اینم از تبر جدید. خب اینجا خورده فاصله داره که البته زیادم نداره. خب این کابل استونا رو هم جور کردیم واسه ساخت خونمون. اینجا هم آیرون داریم، اینا رو هم بکنیم. بد نیست سال آیرون. یه دونه بود، یه اشکالی نداره. بریم بیشتر کابل استون بزنیم. خب به نظرم دیگه بس کابل استون زدن و باید از اینجا بریم بیرون. بالاخره از اینجا اومدیم بیرون. قبلش این گوسفند رو بکشیم. این کابل استونا رو هم برای خونه برداشتیم. ببینم این دور و بر دیگه چی داریم. اوه بچه ویلیج جدید پیدا کردیم. همینطور که دارید میبینید این یه ویلیج جدیده. اینجا خونمون رو میسازیم. یکم دیگه ماب بکشیم. غذا خیلی کلا نیاز داریم چون من نمیخوام از هیبیلای ویلیج استفاده کنم. اونا برای ویلیجراست که بعداً تریدینگ هالو بسازیم. البته نظرتونه همین الان تریدینگ هالو بسازیم با این چوبایی که گیر آوردیم؟ نمیدونم آخه خونه بعداً حالا میسازیم. تریدینگ هالو بسازیم فعلا. قبل همه چی گولمشم باید بکشم. نمیشه هم خوابید که. یالله بیا اینجا. بلاک ندارم. این 4 تا خوبه، همینا رو میزنم زیر پام. نزدیک بود بیاد بکشم. خب اینم کشتیم و یه کلاچ خیلی خفنم زدیم. خب اینجا هم قبرشو بسازیم برای یاد بودش. یاد داشت. خب حالا وقتشه که بریم چوب بیشترم ماین کنیم. خب قبل اینکه چوبا رو ماین کنیم یکم هم ماب کشتیم و یکم هم بیشتر کشتیم. اوه چقدر زیادن. اینو اگه با دستم میزدم میمرد. خب
و بچه من فهمیدم این ویلیج کلا 3 تا خونه داره. واقعا برگریزون بود. وقتش چست رو بسازیم و دستمون رو خالی از آشغال کنیم. چست چطوری بود؟ اینطوری بود؟ آره دیگه فکر کنم یه دونه چست فقط کافیه. البته ما هم وسایل خیلی زیادی نداریم. بذار یکی دیگه هم بسازیم. اینم بذاریم اینجا. یه چست دیگه. بریم که خودمون رو خالی از آشغال کنیم. اینا رو بذاریم. دایموندا، پشما، آیرانا، نیشکرا، قایقمون و بقیه چیزا. غذاها رو بیاریم بپزونیم. اینا رو بذاریم بپزن. یه فرنیت دیگه بسازیم که حداقل 2 تا قزاق‌پز داشته باشیم که سریعتر بپزن. خب دیگه نمیتونیم فرنیس بسازیم. دوباره از اینا بسازیم. اسمشون چی بود؟ اسموکر یه همچین چیزیه. 2 تا از این اسموکرها رو بذاریم اینجا. غذا رو بذاریم توش که بپزن. چقدر گوشت گوسفند داریم. البته خیلی ماب کشتیم. خب اینجا هم گوشتای گاو رو میذاریم. 2 تا بیشتر نمیخواد. بریم چوب بزنیم. البته باید یه دونه تبر داشته باشیم که سریعتر چوب بزنیم. او استیک نداریم اصلا. خب این پلنکام بزنیم کنیمشون استیک. حالا استیکا رو میکنیم تبر. اینم از تبر. بریم واسه چوب زدن. قبلش هیویلم بکنیم. خب چوبای خیلی زیادی زدیم و اینم از وسایلمون که پختن. بریم که خونه رو بسازیم. کابلستون هم بیاریم حالا شاید نیازمون شد. خب همینجا خونه رو میسازیم. اول با چوب میسازیم بعد حالا بعدن تزیینش میکنیم. دوباره گفتم خونه. اینجا تریدین هالمونه. نه خونه. واقعا تریدین هال بزرگی شد. برم اسلپارم بزنم که سقف خونه رم. دوباره گفتم خونه. سقف تریدین هال رو هم بکاملم. خب اینا میشن چقدر اسلپ؟ باید زیاد باشن دیگه. بریم که خونه رم اسلپی کنیم سقفشو. داخل تریدین هال بخوابیم یا داخل بیرون؟ البته اونجا مال ویلیجراست. بهتر همین بیرون بخوابیم. خب بریم واسه کامل کردن سقف. سقف کامل شد و حالا بعدا تریدین هال درست میکنیم. یکم غذا بخوریم. بریم چوب بیشتر بزنیم. بله ما یکم اسلپ دوباره کم آوردیم و ساختیم و الان هم باید در رو بسازیم. یعنی با یه استک اسلپی که ساختیم
نتونستیم خونه رو تکمیل کنیم سقفشو، برای هم دوباره اسلپ زدیم. الان هم داریم در خونه رو میسازیم و میخوایم مزرعه هم بسازیم. یه مزرعه واسه گاو و گوسفندامون که پشم گوسفندا رو بعداً برای نظر رفتن نیاز داریم. البته چطوری در حالا باز کنم؟ آهان. خب بریم واسه ساختن مزرعه. تموم شد و رفت. البته با 15 تا از این فنسا نتونستیم بسازیم، بیشتر ساختم، ولی خب کات کردم دیگه خسته نشید. اینم از پشمام. یه دونه کارپت، البته 3 تا میده بهمون، یه دونه نمیده. هی بیلم بیاریم، این دوتا رو بسازیم و اینجا هم یه چیزی بسازیم که مابا بتونن بیان داخلش، از اینجا رد شن. بریم مابا رو بیاریم. قبلش باید در بذاریم اینجا، یادم رفت. اینم از درای خوشگل تریدین هال. البته در چوبی خوب نیست چون زامبیا میتونن بشکنن در چوبی رو. اینا رو تبدیل کنیم به گندم و بریم ماب بیاریم. ماب کو؟ آها، یه دونه گاو پیدا کردیم. خب یه شب تقریبا طول کشید. من همه این مابا رو آوردم. اینم بکشم. آها. خب بعد داشتم میگفتم یه شب کامل طول کشید من همه این مابا رو آوردم. واقعا خیلی سخت بود. همشون یه جا پراکنده بودن. گوسفندارم زرد کنیم چون یه رنگ نیستن. به خاطر اون سیاه لعنتی باید این کارو کنیم. خب الان همشون یه رنگن. یکم اینا رو زاد و ولد کنیم. اول گاوا، گوسفندا، دوباره گوسفندا، تو یکم خواهید. او کریپر. من کریپر کشم. اوه اوه اوه. بهتره که اینجا بدبختم، همه چیزام داخل چستم و همین سادگی کشتمش. میخوای من از پدر کریپر بدبخت. این یه دونه هم کندیم حالا واسه کلاچ. آشغالامون خالی کنیم. البته آشغال هم نیستن چنان، ولی خب دست پر کردم. بچه‌ها ممنون از اینکه تا اینجای ویدیو همراه هم بودید و چنل رو ساب کنید و خدا حافظ.